من یه معرفی بکنم و اصلا بگم که جریان این لایو چیه. مهمون عزیزمون خانم دکتر الهام کشاورز، متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یک شایعه‌ای پخش شده بود، تیتر شایعه این بود که ماموگرافی، از اینجا بخونم، ماموگرافی بزرگترین جنایت سازمان یافته علیه زنان است. امروز میخوایم درباره این شایعه با خانم دکتر صحبت کنیم. این لایو هم بعدش تیکه تیکه میکنیم و به صورت یه پست جداگانه گذاشته میشه، احتمالا خود لایو حذف میشه. خب مرسی خانم دکتر. من میدونم خیلی گرفتاری داریم، کلاس هست، بیمارستان هست من خیلی وقتتون نمیگیرم. اول یه سال ازتون بپرسم قبل اینکه اصلا شایعه رو بررسی کنیم. ما توی ایران ماموگرافی رو برای کیا توصیه میکنیم؟ برای همه توصیه میشه؟ برای همه از یه سن خاصی توصیه میشه؟ یا اینکه برای افراد جداگانه تصمیم میگیریم که مثلا فرد سابقه خانوادگی داشته باشه، توده‌ای داشته باشه، یه عامل خطری داشته باشه و بعد میریم سراغ ماموگرافی؟ و اصلا ماموگرافی قدم اوله؟ ببینید خیلی بستگی به سن مریض و در واقع سابقه فامیلیش داره. راستش بخواید تو ایران که الان مثل همه اتفاقاتی که بر اساس چیزایی که وزارت بهداشت نظارت میکنه، مردم نهاد و پزشک نهاد داره جلو میره، ما برنامه مشخصی که برای اسکرینینگ قابلگری سرطان پستان نداریم. یعنی مثلا مثل ترکیه نیست که دستگاه پورتابل ماموگرافی یا کشورهای دیگه بره یا زنگ زده بشه به بیمارا بگن الان تاریخ انجام ماموگرافی، پاشو بیا مامو کن. هر وقت که مردم دلشون بخواد و پزشک پیشنهاد بده. خب این که پزشک چی رو پیشنهاد میده بستگی به سن، سابقه فامیلی، شرایط در واقع خانم داره. ولی اون چیزی که توی وزارت بهداشت ما تصویب شده اینه که ماموگرافی غربالگری برای سرطان پستان از خانم‌ها از سن 45 سال یک بار انجام بشه. موارد دیگه بستگی به نظر پزشک داره. ممکنه که ما حتی توی خانم 25 ساله های ریسکی که سابقه فامیلیش مثبت، ژنش مثبت یا چیزای دیگه هم ماموگرافی درخواست بدیم. ممکنه که زودتر از 1 سال هم برای یک خانم ماموگرافی درخواست بدیم. ولی اوورالش الان گایدلاین وزارت بهداشت ایران بالای 45 سال یک باره. بعدش هم ریکال و اینا نداره اصلا، یعنی مریض خودش باید بره. یعنی هیچ نهادی نیست که این قضیه رو پیگیری کنه، هیچ در واقع بودجه‌ای براش فراهم نشده. تحت پوشش بیمه است و مریض خودش تصمیم میگیره میره. یعنی مثلا برخلاف اون چیزی که ما در خانه‌های بهداشت داریم که مثلا خانم‌هایی که در سن بارداری هستن سالی یه بار بعد بیان خونه بهداشت، پزشک معاینه‌شون بکنه، فرم براشون پر کنه، اینا ما همچین چیزی نداریم عملاً. عملاً نداریم. بله توصیه است عملاً. خیلی یه ادعایی شده داخل این شایعه این که 50 تا 60% نتایج مثبت نادرسته. اولا که اصلا این عدد درسته، این دقیقه، و اینکه ما فقط تشخیصمون رو بر اساس ماموگرافی انجام میدیم یا اینکه ماموگرافی بعدش یه قدم‌های دیگه ای انجام میشه بعدش؟ ببینید من اینجا حالا دوست دارم که کاملا در واقع بر اساس اوییدنس صحبت کنم. حالا امیدوارم از صحبت‌های منم دوباره از این نتایج اینجوری گرفته نشه. چرا میگن 50 تا 60% نتایج مثبت اشتباهه؟ ببینید ما تو ماموگرافی اسکورینگی داریم به اسم بایرت که مثلا 1 یعنی هیچی نیست، 2 یعنی خوشخیمه، 3 یعنی کمتر از 3% نیست که بدخیمی داره پس فالوآپش می‌کنیم، 4A، 4B و 4C یعنی بین در واقع کمتر از 2% باشه، بین مثلا 2 تا 10% تا 90% ریسک بدخیمیه و بالای 5 یعنی بالای 90% ریسک بدخیمیه. یعنی ما در ایمیجینگ میایم میگیم که این چیزی که من دارم میبینم اینقدر درصد ریسک بدخیمی داره. خب بعد حالا اگر که هر توده‌ای که بالای 2% ریسک بدخیمی داشته باشه و هر تصویری که بالای 2% ریسک بدخیمی داشته باشه ما نمونه برداری میکنیم. خب یعنی ممکنه یه توده با ریسک 10% بدخیمی نمونه برداری بشه، پس غیر از 4Aایی که نمونه برداری میشن 90% جوابشون خوشخیم در میاد. به طور اوورال از هر اگر یک مرکزی درست مریض ها رو انتخاب کنه، از هر 3 تا نمونه برداری که انجام میشه یکیش بدخیم در میاد. خب یعنی حتی 50% هم شاید بیشتر، یعنی 2/3 خوشخیم در میاد. خب منتها اینو خیلی اشتباهی به جای اوور تریتمنت در نظر میگیرن. این که ما یه نمونه رو توده بیوپسی میکنیم و جوابه مثلا میاد خوشخیم یا فیبروآدنوما، این به معنی اوور تریتمنت که تشخیص اشتباه نیست. یعنی اینجوری نیستش که
60% کنسرایی که ما تشخیص دادیم اشتباه بوده، مریض رفته کموتراپی شده. نه، کار اضافه‌ای که برای مریض انجام شده و بیوپسی که انجام شده که باید انجام می‌شده جوابش بدخیم نبوده. منتها توی تصور عامه، یعنی من خیلی مریضایی رو دارم که وقتی میگم بیوپسی همونجا شروع میکنن تشخیص ریختن، یعنی فکر میکنن دیگه بدخیمه و دیگه تموم شده و اتفاقا میرن به فامیلاشون هم همین میگن من رفتم فلان جا به من گفتن تودت بدخیمه ولی نمونه برداشتن بدخیم نبود. ولی واقعیتش اینه که ما 2/3 بیوپسی هایی که میکنیم جواب پاتولوژی خوشخیم در میاد، 1/3 بدخیم در میاد و من فکر میکنم این عدده از اینجا اومده در واقع. من یه مثال میخوام بزنم، نمیدونم این مثال چقدر درسته، شما راهنمایی کنید. توی یه سن خاصی توصیه میشه، شما بهتر از من میدونید، میگفتیم که درد از فک به پایین، از ناف به بالا نوار قلب بگیرید به خاطر اینکه نکنه MI باشه. خیلی از این نوار قلب‌ها در نهایت طبیعی از آب در میاد، ولی چون اگر سکته باشه خیلی چیز مهمی است، ما این ریسک رو میپذیریم که آقا بیایم یه نوار قلب بگیریم و خیالمون راحت شه. برداشت من اینه که ما یه ماموگرافی داریم یا اصلا توده مشکوک نیست که هیچی، خب خدا رو شکر، یا اینکه کمی مشکوکه فالو میکنیم. اگر از اون 2% احتمال بیشتر باشه به خاطر اینکه نتیجه کار نتیجه بدی است، یعنی اگر تشخیص ندیم بده، بیمار رو میفرستیم بیوپسی. در خیلی از موارد این بیوپسی ممکنه طبیعی از آب در بیاد که خدا رو شکر، ولی اگر غیر طبیعی باشه حداقل زود تشخیص داده شده. برداشت من این بود. دقیقاً. ببینید ما اگر متاسفانه توده بدخیم باشه، تومور دابل، در واقع اون دابلینگ تایم تومور، بعضی تومورها حتی 30 روزن، 60 روزه، یعنی ما فرصت رو از دست میدیم. ولی انجام بیوپسی اصلا کاری نداره، یعنی حتی برش هم نمیخوره، یعنی در دست یک فردی که با تجربه هست و کار درست انجام میشه، بیمار اصلا درد نمیکشه و زیر 2-3 دقیقه کار انجام میشه. برای همین میارزه دیگه، واقعا میارزه. با نیدل دیگه قاعدتاً بله، با نیدل، با سوزن‌های گیج 14 که چون گیجش 14 برشش چون عملا زیر 2 میل خیلی کمه، بخیه هم نمیخواد. سرپایی انجام میشه، یه بی‌اسی موضعی روی پوست پستانه، عوارض خاصی هم عملا نداره. مثل برداشتن خال. یه قسمت دیگر این شایعه رو هم چیز کنیم، این بحث اشعه هست. خب ما میدونیم که یه سری تصویربرداری داریم که با اشعه، مثل عکس‌های رادیولوژی معمولی، مثل CT اسکن، مثل ماموگرافی. یه سری هم داریم که بدون اشعه است، مثل سونوگرافی، مثل داپلر، مثل MRI. یه چیزی که اکثرا نمیدونیم اینه که ما به طور طبیعی همینجوری که داریم زندگی میکنیم از منابع مختلف یه مقدار کمی اشعه بهمون میخوره. یعنی هیچ جا هم که نریم، هیچ رادیولوژی هم نریم، یه مقدار اشعه میخوریم. حالا میخوام یه لطف کنید یه مقایسه کنید برای من که مثلا ما عکس ساده ریه داریم که خیلی ها میگیرن، ماموگرافی داریم، اشعه‌ای هم که همینطوری میخوریم از زمین و هوا رو هم داریم. ماموگرافی چقدر اشعه است به نسبت اینا؟ حالا عددهای علمیش کار ندارم، میخوام یه چیز حدودی مقایسه. آخه نمیشه من عدد علمی بگم، حدودی مقایسه هم میگم. ببین حالا من یه چیزایی میگم، حالا این چیزا ممکنه یکم ترس ایجاد کنه ولی خب واقعیت دیگه. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم، هم که شما فرمودین، annual background radiation dose، یعنی ما از آب، غذا، فضا، سفر هوایی، یا سفر زیرزمینی، مترویی که میریم، از سنگ و خاک اطرافمون اشعه میگیریم. جغرافیاهای مختلف این اشعه متفاوته. مقاله‌ای بین 1.5 تا 3.5 میلی گری سیورت تا 50 میلی گری. دوز اشعه ماموگرافی تقریباً 2.5 میلی گری هست. خب 2.5 رو بذارید کنار 50 میلی گری، یعنی توی جغرافیایی ممکنه آدم‌ها 50 میلی گری اشعه از محیط اطرافشون بگیرن، توی جغرافیایی در کمترین حالتش 1.5 تا 3.5. بخوام مقایسه کنم میزان اشعه‌ای که، یعنی من دارم 2-3 تا مقاله رو میگم. یک مقاله‌ای که حالا ما تو ایران که اصلا راست بخوایم من الان نمیدونم که مثلا در جغرافیایی مثل رامسر میزان دوز جذبی آدماش چقدر وقتی 1 سال زندگی میکنن، در جغرافیایی مثل تهران چقدره. ولی مقاله‌های دیگری که خوندم
گفته بودش که مثلا توی کشور اروپایی بین 1.5 تا 3.5 تا 50 میلی گری متفاوته و میزان اشعه ماموگرافی حدوداً 1.5 تا 3.5 میلی گری، متوسط 2.5 میلی گری. یعنی اگه بخوام بگم به اندازه اشعه‌ای که ما از محیط اطرافمون در طول یک سال میگیریم. از اون طرف AJR American Journal of Radiology 2021 مقاله منتشر کرده راجع به حالا اسکرینینگ خانم‌های باردار که گفته میزان اشعه ماموگرافی به اندازه 7 هفته بک‌گراند رادییشن دوزه، یعنی 2 ماه زندگی در محیط اطرافمونه. خب یعنی این که مقایسه با اشعه‌ای که ما از اطراف میگیریم. در مورد اینکه بخوایم با چست و چیزای دیگه مقایسه کنیم، میزان اشعه ماموگرافی خیلی کم از چست ایکس-ری بیشتره، شاید مثلا 20% 30% بیشتر از چست ایکس-ری ساده باشه. یعنی شما قاعدتاً یه نفر 2 تا عکس دیگه تو یه سال بگیره ماموگرافی رو به راحتی رد کرده، از رد کرده و یه سفر اروپا هم داره به اندازه یه ماموگرافی کانادا بره. یه سفر کانادا، سفرهای هوایی که میدونید خب اشعه داره دیگه، دلیل این که در واقع این مهماندارا محدود میشه سفراشون بخشش هم به خاطر اون اشعه‌ای که میگیرن. ببین واقعیت دیگه، یعنی آدم باید بذاره کنار، یعنی یه مریضی که رگای قلبیش گرفته میاد میگه من آنژیوگرافی اشعه داره. خب حالا مثلا یه سری مقیاسای دیگه‌ای هم وجود داره دیگه، یعنی شما فکر کنید حالا بذاریم سوال بعدی اینا رو بگم خیلی قاطی نشه اینا. اوکی خیلی هم خوب. یه قسمت دیگه که مطرح شده بود داخل این شایعه خیلی هم با آب و تاب، فشار زیادی که به پستان میاد در حین ماموگرافی. اول اینکه همه ماموگرافی ها الان پستان رو تحت فشار قرار میدن یا نه، و اینکه این فشار حدوداً چقدره؟ بالاخره یه معیاری ما داریم، بیماری که میاد مثلا تریلی که از روی سینه‌اش رد نمیشه، یه فشار مشخصی بهش میاد، حالا یه مقدار دردی هم تحمل میکنه و شما این رو میبینید توی بیمار. چقدر حدوداً این فشار؟ ببینید راستش رو بخواین حس پستان که تو خانم‌ها متفاوته، ولی خب اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم اینه که یکی این که در دوران قبل از قاعدگیشون نیان، خب درد پستان‌ها بیشتره. بهتره این که توی اون هفته اول سیکلشون بیان، یعنی تازه که پریودشون تموم شد خب یکم درد و حساسیت پستان‌ها کمتره. اون که در واقع پستان‌ها رو فشار میدادن ماموگرافی کانونشنال بودن که خیلی فشار میدادن بعد عکس تکرار میشد. الان ماموگرافی دیجیتال یه چیزی دارن به اسم اتوماتد اکسپوژر، یعنی که وقتی که برست توی پدلا قرار میگیره دستگاه ماموگرافی به شکل اتومات میاد بر اساس دانسیتی که در فاصله ای از نیپل قرار داره میزان در واقع اشعه و همچنین به نوعی فشار رو تعیین میکنه. من برای مریضا اینجوری مثال میزنم که شما وقتی در واقع دارین فشار سنج استفاده میکنید، اون کاف فشار سنج که باد میشه، فشاری که روی در واقع پستان شما میاد به اندازه اون فشاری که شما رو بازوتون تحمل میکنید. ما اصلا شکایت درد رو توی در واقع ستینگ خودمون نه که بگم ما نداریم دیگه. الان جایی که ماموگرافی دیجیتال کار میشه عملا من این مشکل رو نمیبینم که کسی مثلا از درد مامو بخواد شکایت کنه بگه وای خیلی درد داشت مثلا من اذیت شدم. بیشتر اون مال کانونشنالای قدیم بود که مجبور بودن خیلی فشار بدن تا تصویر در واقع به نوعی درست گرفته بشه. دیجیتال ها حتی پدلای سایز برست متفاوت، یعنی مراکز بر اساس سایز برست پدلاشون هم متفاوته که مریض حتی از اون نظرم اذیت نشه. حالا ان شاءالله اون پدلا رو میخرن دارن چون واقعا تجهیزات گرونه، ولی اینجوری باشه نه، به اندازه واقعا کاف فشار سنجیه که باد میشه، واقعا به اندازه هم. خب یک سوال دیگه، یک مسئله دیگه داخل این شایعه بود که میگفت سوئیس اولین کشور جهان است که معاینه ماموگرافی را ممنوع کرد. البته سوئیس ماموگرافی رو ممنوع نکرده، این که شایعه اصلا کاملا اشتباهه. یه بحث دیگه وجود داره، اون بحث اسکرینینگ که گفتیم که چون اونا حالا سیستم بیمه‌شون هم خیلی متفاوته، رایگان همه رو ماموگرافی میکنن و سوئیس این پیشنهاد داده بود که این کار انجام نشه و بر اساس کیس انجام بشه و فقط ماموگرافی برای همه انجام نشه. ولی تا جایی که من میدونم، حالا غیر از سوئیس، اتحادیه اروپا الان بالای 45 سال ظاهرا ماموگرافی رو توصیه میکنه برای همه. آمریکا هم فکر میکنم شبیه همه. یه همچین گایدلاینی رو این که بگیم سوئیس همچین حرفی زده، آیا سوئیس رو میشه با ایران مقایسه کرد؟ البته جواب این سوال عملا دادید، چون گفتید که ما عملا داخل ایران چیزی نداریم تحت عنوان قربالگری همه. ما تو برنامه
برنامه‌های غربالگری پستان تو ایران و غربالگری‌های دیگه دقیقا مثل این پدرایی هستیم که میگیم که مثلا پسرم برو هاروارد درس بخون ولی من هیچ پولی ندارم بهت کمک کنم، مثلا پسرم این کار بکن. پوله نیست اصلا، یعنی نه سازوکاری هست. ببینید برای اینکه سازوکار باشه باید در واقع یک تجهیزاتی باشه دیگه. و ما در دقیقاً تو این جلساتی که میگیم که خب الان مثلا مرکز ما یه مامای تخصصی دیگه احتیاج داره. میگه خب نه دیگه، همینایی که هست و همین آدمایی که هست، همین تعرفه‌ای که هست، به نظر تو چیکار کنیم؟ و خیلی چیزی جمع نشده. خب خدا شکر پس ما از این نظر مثل سوئیسیم، یعنی ما پیشنهاد میدیم که 45 سال به بالا مامو کنن و مردم تصمیم میگیرن که چیکار کنن. ولی اینا ببینید چند تا چیز کنار همه. اینکه کشورها میان گایدلاین تعیین میکنن، پشتش اون پروسه بیمه ها هست، چون بیمه باید پول بده دیگه. بیمه مثلا ببینید یه سری مقاله هست که میان میگن که ما میایم مثلا 100,000 تا خانم رو ماموگرافی میکنیم و از توش مثلا 10 تا کنسر در میاد که بار مالی در واقع وزارت خونه ما رو مثلا انقدر 1000 یورو یا پوند کم میکنه. اگر قرار بود اینا کنسر بگیرن بار مالیشون انقدر بود، راستشو بخواین بیشتر از این که به سلامت آدما فکر کنن به اون بار مالی سیستم بهداشتشون فکر میکنن. واقعیت دیگه. حالا اگه آدم خود درست بگه، در نتیجه میان میگن خیلی خوب پس ما میایم گایدلاین رو میذاریم از 45 سال که مامو کنن که بار وزارت بهداشت ما از نظر مالیشون مریضی که کنسر میگیره هزینه‌اش بسیار زیاده که خدا شکر مردم ما بخش زیادیش روی دوش خودشونه و اون بار مالیه چون براشون مهمه همچین صحبتایی میکنن. یعنی میگن که خب ما الان این کارو میکنیم، از اون طرف یه داستان دیگه این لایف تایم اتریبیوتبل ریسکه. یعنی یک مقاله کار شده، یعنی اون بار مالی جداست، یک مقاله کار شده دیدن که اگر توی جمعیتی رو 1 سال ماموگرافی کنن، میزان خانم هایی که از اشعه جمع شده ماموگرافی میتونن کنسر بگیرن چقدره؟ در واقع میشه لایف تایم اتریبیوتبل کانسر ریسک. خب دیدن این عددش 5 به 100,000، یعنی 5 نفر به ازای 100,000 نفری که دارن اسکرینینگ میشن. عددش میشه چی؟ میشه 1 نفر به ازای هر 20,000 نفر. شیوع کنسر پستان تو ایران چقدره؟ 1 نفر به هر 8 خانم. یعنی اصلا واقعا عددش کاملا مشخصه که باید انجام بشه. بله مثلا بار مالی داره، بار اشعه داره، ممکنه از هر 100,000 نفر تو اون دوز جمعیش 5 نفر این اتفاق براشون بیفته، ولی 1 به 20,000 رو میذاریم کنار در واقع 1 به 8. یه داستان دیگه که وجود داره اینه که کشورهای مثل کشورهای اروپایی و میگم آمریکا از 40 ساله، کشورهای دیگه شیوع کنسر پستان رنج سنیشون 55 تا 65. کشور ما یک عالمه مقاله هست که 5 تا 10 سال زودتر شیوع کنسر پستان تو کشور ما 45 تا 55. اونا شیوع کنسر پستانشون 55 تا 65، اسکرینینگ رو از 40 یا 45 میذارن. شیوع کنسر پستان تو کشور ما 45 تا 55، ما اسکرینینگ رو از 45 میذاریم. تازه به مریضا میگیم اگه دوست داشتید برید. مثلا نمیدونم که اون عزیزانی که نگران این قضیه نگران چی هست. یعنی اصلا نه اجباری وجود داره، خیلی سهل قضیه و در واقع این هم میذاریم کنارش. یه آمار ترسناکتر تو ایران که من واقعا دوست دارم اینو بگم، آماری و مقاله‌ای 21% مریضای کنسر پستان ما زیر 40 ساله. خانم بهترین سالهای زندگیشو از دست میده، بهترین سالهاشو. خانوما ببینید الان یه ریسک فاکتور دیگه، میدونید من اینقدر دلم پره ببخشید زیاد حرف میزنم، یه ریسک فاکتور دیگه حاملگی بالای 30 ساله. الان توی در واقع ایران چه اتفاق افتاده؟ زندگیش تحت تحرک کمه، چاقی وجود داره، هوا آلوده است، بارداری ها. اولین خانومی که اولین بارداریش بالای 30 سال باشه ریسک کنسر پستانش بیشتر از خانومیه که هرگز در زندگیش باردار نشده. خانم‌ها بالای 30 سال باردار میشن، هوا آلوده است، چاقی، تحرک وجود نداره، تغذیه درست نیست و اینا ممکنه یه پرگننسی اسوسییتد برست کانسری بگیرن که اتفاقا نصفش زیر 45 ساله. یعنی میدونید من اینجا میخوام مدعی بشم که حتی 45 سالی هم که گایدلاین وزارت بهداشت ماست عدد درستی نیست. یعنی اسکرینینگ باید زودتر اتفاق بیفته و در واقع کشورهای اروپایی هم صحبتشون همینه، یعنی بحث بیمه است و خب شیوعش 55 تا 65 و اینا اینجوری گرفتن مقدارش. خب خیلی آمار ناراحت کننده ایه. من یه سوال نه تعارف نداریم، یعنی اینکه شیوعش انقدر زودتر از جاهای دیگه است، شروع سن کنسر پستان تو کشور ما انقدر پایین تره. من یادمه یه بار شما به من گفتیم که حتی الان این بحث هست که ماموگرافی رو توی خانم باردار هم میشه انجام داد و ضرر به جنین نمیزنه، یعنی اگه لازم باشه و ریسک فاکتورش داشته باشه انجام میدیم.
بله. ولی خب همین که داخل جامعه ما انقدر سن اومده پایین‌تر که تو سن بارداری ما ممکنه کنسر برست داشته باشیم، این خیلی چیز جالبی نیست دیگه، چیز واقعا ناراحت کننده است. من یه سوالم بپرسم، این جزء شایعه و این حرفا نبود. من اون موقع یادم میاد که میگفتن که از یه سنی پایینتر بافت برست خیلی دنسه و ماما خیلی جوابگو نیست و از یه سری پایینتر ما برای بررسی تودا بیشتر سونوگرافی رو توصیه میکردیم. این چیه جریانش؟ که توضیح کوچولو هم به ما میدید؟ ببینید بافت فیبروگلندولار یعنی اون غدد شیری باعث میشن که پستان متراکم باشه. میزان تراکم پستان رو الان ما یه عدد در واقع عدد بندی میکنیم A, B, C, D. وقتی A یعنی خیلی فته، وقتی D یعنی خیلی دنسه و خیلی بافت فیبروگلندولار و فیبروکیستیک و از این چیزا زیاده و شلوغه. ماموگرافی که در واقع کامپوزیشنش تراکمش A سنسیتیویتی یا حساسیت بیشتری در دتکت کنسر داره. ماموگرافی که دی سنسیتیویتی و حساسیت کمتری در دتکت کنسر داره. ولی این در واقع پترن بافت پستان خانومه، یعنی ما اونو نمیتونیم تغییر بدیم. بله ماموگرافیایی که متراکم ترن، وقتی که مثلا شما یه کاسه بزرگ لوبیا گذاشتی میگی اون یه دونه عدس رو پیدا کن، خب اون کنسر اون عدسه میشه، سخت میشه. ولی وقتی کاسه خالیه و یه دونه عدسه، اون یه دونه عدسه زودتر پیدا میشه. سنسیتیویتی و حساسیت ماموگرافی در بافت‌هایی که پستان‌هایی که متراکم نیستن بیشتره، ولی در اونهایی هم که متراکم هستن با توجه به ماموگرافی دیجیتال ورک استیشن‌های خیلی تخصصی، یعنی من واقعا قصه می‌خوام قیمت یک ورک استیشنی که رادیولوژیست بخواد تو ورک استیشن ماموگرافی ریپورت کنه 2 میلیارد، الان 2 میلیارد تا 3 میلیارد. چه فرقی میکنه اگه ماموگرافی کانونشنال عادی ببخشید مراجعه انجام بده رادیولوژیست همون پولو میگیره تا اینکه 11 میلیارد 12 میلیارد بده ماموگرافی دیجیتال بگیره، یعنی هیچ بونوسی هم این وسط نیست و بیا توی ورک استیشن بخونه. ولی اگه تو ورک استیشن خونده بشه اصلا اونقدی نیست، یکم سنسیتیویتی پایین‌تره ولی نه به اون حد. هرچی خانم جوان‌تره بافت پستانش هم متراکم‌تره، ولی جوانی در واقع مانع تشخیص قطعا نمیشه. حالا در کنارش یه چیزی هم با هم دیگه اون بار صحبت کردیم راجع به توموسنتزیس. ببینید الان وقتی ماموگرافی تیریدی و توموسنتزیس اومده، یعنی میان پستان رو لایه لایه بررسی میکنن. وقتی لایه لایه بررسی میکنن دیگه اون بحث تراکم و فشردگی هم میره کنار، یعنی اون مثبت کاذب زیادیایی که ما فکر میکنیم نکنه اینجا یه چیزی باشه، اورلپ بافته یا توده است افتاده مثلا این شکلی، دیگه تو تریگی توموسنتزیس کمتر میشه، یعنی یه 2% دتکشن بیشتر میشه، ولی بیشترش اینه که موارد مثبت کاذب رو برای ما کم میکنه. دیگه الان راجع به این قضیه ما در واقع نگرانی نداریم. نمیدونم باز اینو بگم یا نه، اگه دوست داشتین کات کنید، ولی برای اینکه اتفاقا بگم خانمایی که چون من میبینم خانم میاد دیگه من پستانم متراکمه، گفتم ماموگرافی برای شما کمک کننده نیست. خانم عزیز در پستان‌های متراکم ریسک کنسر پستان یکم بیشتر هم هست، پس به خاطر اینکه پستانتون متراکمه از در واقع ماموگرافیه فرار نکنید، تشخیص داده میشه، نگران نباشید. خیلی هم عالی. این 1-2 دقیقه این شایعه که عملاً رد شد، ولی یه قسمتش موند ادعا کرده، البته من همچین مقاله‌ای پیدا نکردم، ادعا کرده که یه سری از خانم‌های سالم بعد از اینکه ماموگرافی شدن یهویی مبتلا شدن به سرطان پستان. دیگه اون خدایی دیگه تو مایه‌های روغن بنفشه است. من چی بگم؟ من هیچ الان هیچ اوییدنس علمی هم برای ندارم، نمی‌دونم چی بگم. منم هر چقدر گشتم تنها چیزی که وجود داره راجع به بیوپسیه، میدونید. خب خیلی مقاله کار شد دیگه، یعنی مثلا متاسفانه هنوز ما یه سری جراحایی داریم که به مریض میگن که تو اگه بیوپسی کنی توده پخش میشه. ببینید چرا اومدن گفتن که مثلا بعضی مریضا میگن که گفتن کنسر، من جراحی کردم چیزی در نیومده. امیدوارم که دیگه اصلا ما همکار جراح اینجوری تو کل ایران نداشته باشیم، ولی جراح به هیچ عنوان بدون سلول و نمونه پاتولوژی نباید مریض اتاق عمل ببره. مریض رو مثلا لمس توده میکنه، دختر 27 سال، ما الان همین هفته پیش داشتیم دختر 27 ساله لمس توده، همکار جراح بردن اتاق عمل. ببین ما فالت داریم، ولی همه رو دارم کنار هم میگم. مریض توده 27 ساله تودش کنسر در اومده، مریض رو بسته گفته برو تهران، حالا مارژین به هم ریخته، ما اینجا امکانات نداریم. حتما باید نمونه بافتی اول گرفته بشه که بر اساس نمونه بافتی
در واقع تصمیم گیری درست بشه. نمونه بافتی بعضیا میگن خب شما این سوزنی که وارد توده میکنی بعد میاری بیرون، این سلول تو ترکته میاد تو بقیه سینه پخش میشه. تنها صحبتی که حتی بیس علمی هم یه مدت داشت میگفتن شاید بشه این بود که مقالات متعددی کار شد راجع به اینکه آیا سلول در مسیر ترکت بیوپسی پخش میشه یا نه، که دیدن 24% موارد بله سلوله تو مسیر ترکت میاد، ولی سلولی که بدخیمه مثل این دونه گندم میمونه که شما توی خاک بندازید و آب بدید یا روی سطح سرامیک بندازید. سلول بدخیم برای اینکه رشد کنه احتیاج به اون بستر آنژیوژنزش داره، یعنی اصلا توی اون ترکته رشد نمیکنه چون بسترش فراهم نیست. و مقالات متعددی اومد که دیدن منیجمنت ها و در واقع بقا و هیچ چیزیش تاثیر نداشته. یعنی برای همین الان گایدلاین ها واضحا تاکید میکنن که مریضا حتما بیوپسیشون انجام بشه. پس یه مرور بکنیم. من هیچی ندیدم، یعنی اصلا هیچ چیزی ندیدم که همچین چیزی. پس یه مرور بکنیم. روند اینجوری شد تو کشور ما که البته قربالگری نداریم برای همه، معمولا به این شکله که اگر توده‌ای به شک بشه بیمار میاد ماموگرافی میکنه. ما توده‌ای داریم که تو ماموگرافی نتیجهش میاد که اصلا مشکوک نیست و هیچی، خیالمون راحت. یه توده کمی مشکوک داریم، اون رو دوباره پیگیریش میکنیم. اگر شک از یه حدی بیشتر بود چون خطر مثبت بودنش خیلی زیاده، اگر مثبت باشه خیلی اتفاق بدی میفته، میفرستیم برای بیوپسی. در یه سری از موارد طبیعتاً خدا رو شکر بیوپسی طبیعیه و دیگه کار خاصی باش نداریم. اگر بیوپسی در واقع نتیجه خوبی نداشته باشه و به نفع کنسر باشه، خود بیوپسی باعث پخش شدنش نمیشه. اون بیوپسی سوزنی باعث پخش شدنش نمیشه، فقط کمک میکنه که ما عملاً زودتر تشخیص بدیم. دقیقاً. البته این توضیحاتی که دادیم برای خانم بالای 40 سال بود منظورتون. این برای بالای 40 سال. خب خانم دکتر این چند دقیقه آخر هر چی خودتون تو ذهنتون رو بگید. گفتین انقدر دلتون پره، این چند دقیقه آخر رو ببینید یه توضیح راجع به همین در واقع، چون این سوالم زیاد میپرسن از من. ببینید دوباره مقالات زیادی هست که میگن که سونوگرافی وقتی میشه بله مریض دوباره همون اصطلاح اوور تریتمنت، چون سونوگرافی یه عالمه توده هایی رو میبینه که ممکنه اینا توده های خوشخیمی باشن ولی ما بیوپسی میکنیم. یعنی توی مقالات متعدد مشخص شده که سونوگرافی در اسکرینینگ که جایگاهی نداره، بازم تاکید میکنم، میزان موارد بیوپسی کاذب و مثبت کاذب و بیوپسی زیاد رو زیاد میکنه. خب یعنی اینو در نظر داشته باشیم. ولی به هر حال زیر 40 سال و تا زمانی که خانم احتیاج نداره، چون اشعه نداره و روش در دسترسیه و سنسیتیویتیش خیلی بالاه، ما از سونوگرافی استفاده میکنیم. یعنی اشکالی نداره که این کارو بکنیم. بالای 40 سال ولی به هیچ عنوان وقتی دیگه ما آپشن ماموگرافی رو داریم، چون من میبینم عزیزان حتی میرن به سمت MRI و MRI هیچ وقت جایگزین ماموگرافی نمیشه. گایدلاین ها همچنان ماموگرافیه و ما باید ماموگرافی رو انجام بدیم. نمیتونیم MRI کنیم یا بگیم من سونو میکنم، نمیتونیم بگیم پستان من متراکمه پسن مامو نمیکنم. از این خبرها واقعا نیست. همون مامو رو در واقع تاکید من اینه که خواهشاً انجام بدن. دوباره تاکید میکنم 2023 یه مقاله اومده که در واقع داره میگه حتی خانم باردار شیرده که اصلا حتما، و خانم باردار رو هم ما اسکرینینگش رو عقب نمیدادیم. ببینید تومور دابلینگ تایم زیر 2 ماهه. شما نمیتونی بگی شما چون حامله 2 ماهته برو بعد 9 ماه بیا، حالا هم که داری شیر میدی برو بعد 2 سال بیا. دوباره من دیروز یه مریضی داشتم که در واقع بازم متاستاز گسترده، بازم به هوای اینکه بارداره و در واقع براش ماموگرافی انجام نشده بود و گفته بودن گالاکتوسته، حالا مثلا شیر جمع شده، لاکتیتینگ آدنوماس، چیزی نیست و حالا متاسفانه برگشته بود. ببین خودمون بعد به فکر خودمون باشیم. حالا قراره که حرفای خوب بزنیم ولی در واقع ما همچنان مردم نهادیم به نظرم. یعنی خود مردم تصمیم میگیرن. پس صحبتش سر اینه که حتما حداقل مراجعه پزشک داشته باشن، خودشون خود درمانی نکنن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و همه سلامت باشن. اون دابلینگ تایم هم یه بار بگید که ببینید تومورا، ببین من خیلی میخوام چیزای ترسناک نگم. تومورا بسته به نوعشون زمان اینکه تعداد سلولاشون 2 برابر میشه متفاوته، بر اساس اون رفتار بیولوژیکش، اون پترن اگریسیو بودنش.
متاسفانه اتفاقا توی خانمایی که جوانترن و خانمایی که 5 تا 10 سال بعد از بارداری اول بالای 30 سالشون مبتلا به کنسر میشن، تومورا دابلینگ تایماشون وحشتناکه، یعنی به سرعت رشد میکنن. اینا تریپل نگاتیون، یعنی نگاتیو در واقع ERPR ان، هرتو پوزیتیون، یعنی پاسخشون به کموتراپی هم خیلی خوب نیست. میتونن چون میدونید تومور وقتی زیر 2 سانت استیجش پایینه، 2 تا 5 سانت میشه باز خیلی هم بدجور نیست، بالای 5 سانت که خیلی بده. یعنی مثلا تومور وقتی 1 سانت اوضاع خیلی خوبه، ولی ممکنه مریض 2 ماه دیگه بیاد دیگه بشه استیجش T2، وقتی 4 ماه دیگه بیاد استیجش بشه T3. یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم برو سال دیگه بیا یا برو بارداری تموم شو بیا، یعنی اصلا دیگه این چیزا رو ما نداریم. و اینم دوباره بگم خدمتتون که مقاله و کار تحقیقاتی شده که اگر میزان اشعه‌ای که برای مریض تراتوژنه عددش در واقع 10,000 باشه، میزان اشعه ماموگرافی که به جنین میرسه 3 میباشد. یعنی دوزی که باعث تراتوژنیک بودن فتوس میشه 100 میلی گریه، دوزی که به فتوس میرسه 300 میلی گریه، یعنی میشه 3 به 10,000. یعنی تو حاملگی هم ما میتونیم ماموگرافی کنیم. حالا امیدوارم این تصورات خیلی غلطی که وجود داره، نمیدونم حالا چی شده که این تو گروه ها چرخیده، ولی همینجوریش هم مردم خودشون، چون میدونید از جیبشون باید خرج کنن دیگه، میدونید همینجوریش هم شاید یکم چیز میکردن. امیدوارم که حالا این لایو ما کمک کنه که حداقل یه نفرم نجات پیدا کنه. به نظر من یه نفر. خیلی هم ممنونم از شما. خواهش میکنم. من ممنونم از شما. میدونم که الان کلاس درس دارید با دانشجو. مرسی خانم دکتر، خیلی خیلی توضیحات خوبی بود. مرسی از شما. امیدوارم دیگه از این شایعه‌ها پخش نشه و من دیگه مجبور نشم مزاحم شما بشم، وقت شما رو هم بگیرم. خیلی ممنونم از توضیحات خیلی کاملتون. این لایو رو من احتمالاً تیکه تیکش میکنم و به صورت یه پست میذاریم و میگم امیدوارم که این شایعه‌ها تموم نمیشن، ولی امیدوارم که اینو جدایی از اساساً بحث این ماموگرافی میگم کلاً کاشکی بپذیریم که هر چیزی رو که تو فضای مجازی میبینیم، هر پیامی رو که میبینیم برای همه نفرستیم. الان 10 نفر به من گفتن این پیام تو گروه خانوادگی ما پخش شده و فکر میکنم بعد یه آموزشی هم باشه، یه درکی تو وجودمون ایجاد بشه که همین پیام رو من برای یک نفر بفرستم ممکنه به قیمت جون خودش یا عزیزش تموم بشه. عملاً به خاطر همین ممکنه یه ماموگرافی انجام نده، یه قربالگری دیر انجام بده و یا میبینیم به جایی برسه که به قول شما دیگه نمیشه کار خاصی کرد. دقیقاً. امیدوارم که اینطوری بشه، چون واقعا اگر زود تشخیص داده بشه کاملا قابل درمان و حفظ پستانه. حتی یکم دیرترش هم نهایتش حفظ پستان نیست، ولی قابل درمانه. ممنون خانم دکتر، خیلی خیلی لطف کردید. روز خوبی داشته باشید. بازم متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار.